السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. كيف حالك يا أستاذ الأخ الكريم محمد أنصاري؟ حياك وبياك يا أخي، تفضل. أنا أخوكم شمس الدين، أخوكم تاجيكي. أخ شمس الدين، حياك الله، تفضل يا أخي. والله أنا أحبك في الله يا أستاذ. حبك الله، بارك الله فيك. پیش از آغاز صحبتنا گفتنی بودم که برادرانی که هدایت یافتن و یا را تبریک کنم. الله سبحانه و تعالی روز قیامت جنت و فردوس برای و یا بنصیب کنه و همراه ابوبکر و عمر و عثمان و علی و رسول اکرم صلی الله علیه و آله هم نشین باشن. آمین آمین آمین. و استاد عزیز، واقعا حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یادم آمد که با حضرت علی رضی الله تعالی عنه گفتن که یا علی، اگر به سبب تو یک انسان هدایت بیاورد برای تو از تمام دنیا دا بهتر است. و استاد عزیز، برای شما باید جای افتخار باشه و برای شبکه شما باید جای افتخار باشه که الحمدلله این قدر انسان ها هدایت می‌یابند. والله جای افتخار است. و با تمام رافضی‌ها یک مراجعه داشتم استاد عزیز، اگر اجازه باشه بفرمایید. بیان کنم. بفرمایید. رافضی‌ها اگر شما کلمات من میزنم شما باز درک کنید و بفهمید، من با سوی شما این مراجعه کردنی هستم که شما با این ضرراتی که مثل که به وصال حق کنین به مقصد خود نخواهند رسید. برای چی به مقصد خود نخواهند رسید؟ زیرا که الله سبحانه و تعالی این برادر محمد انصاری را و این شبکه را عزت داد. فإن عزت لله جمیعا، نه ما نه دیگر مثلا مسائل ها. الله سبحانه و تعالی او را عزت داد و شما نمیتونین او را ضرر برسانید، نه با او دروغیتون، نه با او شبکه‌ای که در ویدیوها و در چیزا پخش میکنین. این عزت الله به او داد. الله سبحانه و تعالی شما را نگهبان باشه. استاد عزیز سلامت باشید. معذرت میخوام. دعا باشین استاد عزیز. سلامت باشید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جزاک الله خیر اخی شمس الدین.